دکتر کامران خیلی خوش اومدین. ممنون از شما، وقتی رو در اختیار ما گذاشتین. به نظر شما اگه جای مردم الان با مردم 57 عوض بشه آیا بازم انقلاب میشه؟ یا به نظرتون آیا بازم انقلاب میشد؟ راستشو بگم خیلی حرف میزنن، میگن الان مردم ما، جوانان ما، اینهای ما، اونهای با بلوغ فکری پیدا کردن، پیشرفت کردن، دانششون با قبل قابل مقایسه نیست. من اصلا این حرفا تو کتم نمیره. هرچی که میبینم اگه در حد 57 نمونده باشن عقب رفتن. واقعا میگم این اثر تلخی نمیگم، برای مطلق گفتن نمیگم، برای رنجوندن کسی نمیگم. کسی که بیشتر از هم میرنجه خود منم، چون مردم که بعد این مملکت در نکبت در بیارن دیگه. فکر کنی قابلیتشون بیشتر شده؟ نه. درک سیاسیشون بیشتر شده؟ نه. اگه شده بود اینجوری به اصلاح طلب رای میدادن 50 نفر گولشون زده. اگه شده بود اصلا کسی نگاه به رضا پهلوی میکرد بابت یه آشغالای تلویزیون من و تو؟ نه نشده. مردم باید امکان داشته باشن که ذهن خودشون بسازن. این امکانات کی بهشون میده؟ درش اول دولت، آموزش پرورش بله، فرهنگ بله، کتاب بله، چاپخونه بله، روزنامه بله، اینات که میسازه مردم. ببینید با مردم ما چجوری رفتار کردن از این بابت، چه امکاناتی در اختیارش گذاشتن، در اختیارشون گذاشتن، کجا بهشون بالا پر دادن، چی بهشون دادن؟ هیچی. آیا میتونید واقعا توقع داشته باشید که بیاد سطح فرهنگشون بالا؟ میدونم میرن میخونن تجربه کسب میکنن، ولی باید شکل بگیره. ببین من همینجوری دستم بکنم تو جیبم زندگی بکنم، از این رو هم هیچ یاد بگیرم، فهم میکنم تا برم دانشگاه چهار کتابم بخونم. و برای همین مردم میرن درس بخونن دیگه. بی خود که نیست که بین همجور راه میرفتن هم چی یاد میگرفتن. نیست. اینا رو به مردم ما ندادن، محرومشون کردن از این امکانات. چرا؟ بلکه در موقعیتی نگه دارن که بتونن سرشون سوارشن، بتونن استبداد بهشون تحمیل بکنن، بتونن هر جنسی بهشون بفروشن، بتونن یه پزشکیانی بیارن بعد 70 سال، بعد 50 سال باز یه آشغال دیگری بزنن جلوشون، مردم بکشن پای صندوق رای به هر بهانه‌ای، بعد و بدتر و اینو اونو هر چی بخواد، ولی باز اینجوری با مردم رفتار بکنن. خب با این مردم چجوری رفتار بکنن از خارج؟ اون مال داخل بود دیگه. ما صدامون به جا نمیرسه الحمدلله، همه سعی میکنیم از این کارا بکنیم، صدامون رو خفه میکنن. اینا که خارجی، این رسانه‌های خارج چی دبیلتون میدن؟ طول زمان دیگه، یعنی تبلیغات دولتی دور شاه و به عنوان واقعیت اجتماعی به شما نشون بدن. بهت 50 سال دیگه یه نفر اخبار صدا سیما رو بیاره به عنوان واقعیت اجتماعی ایران در این دوره که ما هستیم به شما نشون بده. همینقدر وقیحانه، همینقدر بی‌شرفانه، همینقدر دروغ. اینن همشون اینن. ببینید این مردم که باید ذهنشون تغذیه بشه، آخه از کجا بیارن بخورن؟ فقط شکم که نیست. از کجا بیارن تغذیه کنن خودشونو؟ چجوری تغذیه کنن خودشونو؟ چه حد میشه ازشون توقع داشت؟ توقع اون بالاست، قبول دارن، به خاطر که به قابلیت ایرانی‌ها اعتقاد داریم، بله این یک طبقه اون بالاست، ولی بالاخره این شکم باید دیزی بری توش. آخه چی؟ اینه وضعیت. برای همین من هیچ خوشبینی ندارم که اگه اینا میرفتن 57 انقلاب نمیکردن، اگه اونا بیان اینجا انقلاب نمیکنن. اینا قصه است، بریزید دور.